از دل شب صدا می کنم تو رو. سلام، من فوقمیم. قسمت اول، انتخاب ممنوع. گاهی دل آدم چیزی میخواد که عقل از درکش عاجزه. دل عاشق نه ترازوی عقل رو میشناسه و نه قانون خانواده رو. و گاهی همین دل میشه آغاز یک پشیمونی طولانی. این قصه سودابه است، دختری از خانواده اصیل و تحصیل کرده و قصه عشقی که قرار اونو از آسمون غرور تا خاک تردید پایین بکشه. صبح زمستونی بود. خونه بزرگ و قدیمی خانواده میرزا کامران تو سکوتی سنگین فرو رفته بود. سودابه تو اتاق نشیمن ایستاده بود، روبروی مادرش. سودابه، بازم حرف اون پسر رو زدی؟ چند بار باید بگم این ازدواج ممکن نیست. مامان، من عاشق شدم. دیگه نمیتونم بدون رحیم زندگی کنم. رحیم، یه شاگرد نجار. تو دختر تحصیل کرده ای. ما سالا زحمت کشیدیم که تو دانشگاه بری، خودتو بالا بکشی. حالا میخوای زنی یه پسر بی سواد بشی که هنوز بلد نیست اسمشو امضا کنه. مامان، شما فقط ظاهر رو میبینین. رحیم نجاره، اما نجیبتر از خیلیا که شما بهشون میگین آقا. اون مرد کاره، اهل ریا نیست. آره، کارگر زحمت کشه، ولی دختر من نباید با پسر کارگر ازدواج کنه. تو نمیفهمی سودابه، این فقط اختلاف پول نیست، اختلاف فرهنگ، تربیت. پدر اون پسر هنوز سواد نداره، امضاشم بلد نیست. پدر تو هر شب تا نصف شب کتاب میخونه. یعنی چی؟ یعنی چون پدر من شعر میگه و اون کار میکنه من باید به عشق دهنکجی کنم؟ مامان، عشق فرمول نداره. نه دخترم، عشق قشنگه اما کافی نیست. آدم باید کنار عشق عقلم داشته باشه. شما فکر میکنی فقط خودتون میفهمین؟ منم درس خوندم، فکر دارم، تصمیم خودم رو گرفتم. تصمیم گرفتی؟ برای چی؟ برای خراب کردن زندگیت؟ برای پشیمونی؟ برای ساختن آیندم با کسی که دوستش دارم. سودابه، پدرت از دست دلگیره. میگه دختر ما داره اشتباه قرن رو میکنه. ولی شاید باید یکی دیگه باهات حرف بزنه. کی؟ هرچی میخواین بگین، من تصمیمم رو گرفتم. نه عزیزم، من تمام حرفامو زدم. حالا نوبت یکیه که خودش این راهو رفته. عمه جونت. و صدای بسته شدن در و عصای روی فرش. سلام به گل خونه. شنیدم سودابه خانوم عاشق شدن. سلام عمه جون. بله، البته اگه بشه اسمشو عشق گذاشت. همه میگن اشتباه میکنم، اما من مطمئنم. عمه جون با لبخند ملایم میگه آره، این حرف آشناست. یه روزی یکی دیگم تو همین خونه همینو گفت و اون آدم من بودم. شما؟ جدی؟ آره دخترم، منم یه روزی عاشق شدم، مثل تو، با تمام وجود.
اما عشق من تمام شد، نه با جشن، نه با خوشبختی، بلکه با پشیمونی. دیدی سودابه؟ من نمیخواستم باهات دعوا کنم، فقط میخواستم حقیقت رو از کسی بشنوی که خودش سوخته. او ناهید، نزا فکر کنه مادری و فقط ترسیدی. منم اون روزا از نصیحت مادرم فرار کردم، اما آخرش فهمیدم بعضی راه‌ها فقط یک بار کافیه به اشتباه بری. صدای باز شدن صندوقچه چوبی آمد و این چیه عمه جون؟ صندوقچه زندگی من، هرچی از اون روزا مونده اینجاست. اگه قول بدی گوش بدی منم همه چیزو برات میگم. قول میدم، فقط بگین چی شد، چرا پشیمون شدین؟ عمه جون با صدایی دور و پر از خاطره. همه چیز از یه بهار شروع شد، بهاری که هنوزم لعنتش میکنم. و اینطور بود که قصه عمه جون آغاز شد. قصه زنی از روزگار رضا شاه، از خونه‌ای پرشکوه با دیوارای بلند و درایی که عشق رو تو خودشون حبس کرده بودن. اون دختر خانواده اشرافی بود، با پدری شاعر و مادری نازنین و خونه‌ای پر از بوی چای و صدای تار. اما در میون اون همه رفاه و ادب دلی ساده تو سینه داشت که فقط میخواست عاشق بشه. صدای خدمتکار از اون گوشه: خانم کوچیک، آقا صداتون کردن برای ناهار. میام جمیله، فقط این نامه رو تموم کنم. اون روز هنوز نمیدونست که نامه بعدی زندگیش با قلم عشق نوشته خواهد شد. عشقی که قراره اونو از عمارت مجلل خانوادش تا کوچه های خاکی جنوب شهر میکشون. تو زندگی هر زنی لحظه‌ایه که میان عقل و دل باید یکی رو انتخاب کنه. سودابه دختر امروز و عمه جون دختر دیروز، هر دو در آستانه همون انتخاب ایستاده بودن، اما یکی هنوز فرصت داره و دیگری فقط داستانی برای گفتن. همراه من باشید تا برگ دیگر.